وزارت امور داخلی تاجیکستان ویدیوی دو بندی سابق زندان گوانتانامو را نشر کرد که بعد پیوستنشان به گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دستگیر شدند. در این ویدیو از روز 29 سپتامبر خبر داده می شود که مهربان آدینایوی 53 ساله از ناحیه 5 و شفیع صالحوی 37 ساله از ناحیه وخشی ولایت ختلان با دعوت سربک مرادوف یکی از هممسلکان عبدالحلیم نظرزاده به این گروه پیوستند و برای جنگ به دوشنبه آمده سپس به دره رامیت رفتند. مهربان آدینایف در این ویدیو میگوید با دعوت سربک به دوشنبه آمد و شب 4 سپتامبر به کارخانه نامپذیر نظرزاده رفت و در آنجا مسلح شد. طبق اطلاع رسمی این دو بازداشت شده سال 1993 در زمان جنگ شهروندی در قلمرو افغانستان بودند و سپس به گروه‌های مسلح رضوان صادیروف و میرزا ضیای فرماندهان سابق اتحادیه نیروهای مخالف سابق دولت تاجیکستان پیوستند. بعد امضای سازشنامه صلح تاجیکان در سال 1997 هر دو را عفو کردند، ولی این دو نفر به گفته مقامات سال 2001 به افغانستان برگشتند و در آنجا از طرف نیروهای ناتو دستگیر شده سپس به گوانتانامو فرستاده شدند. مهربان آدینایف و شفیع صالحوف در این ویدیو میگویند که با مساعدت دولت تاجیکستان به کشور برگشتند، هرچند امید نداشتند که دیگر روی وطن را میبینند. من یعنی که از اونجا راستی امیدی برآمدن نداشتم، آمدم اما با این خطاگی اگر زیاد شاید نمیدونم چند بار 1000 بارم بگم من پشیمونم. مدت 3 سال و 8 ماه در تمام گوانتانامو نشستم. بعد از او از طرف امنیت ایشون رفتم ما رو آوردن دو مبانده کرده سر بودن. وزارت امور داخلی این دو نفر را جنایتکاری خوفناک نام برده و میگوید که تفتیش پرونده هایشان ادامه دارد. در آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در اول ماه سپتامبر 10 مأمور امنیتی کشته شدند و چندین نفر دیگر زخم برداشتند. خود عبدالحلیم نظرزاده و تقریبا 30 عضو گروه او نیز کشته شدند.